فیلم سینمایی بیدار شو مرد مرده سومین قسمت از مجموعه فیلم‌های محبوب و معمایی چاقوکشی نایوز اوته که با بازگشت کارگاه باهوش بنوید بلانک همراه. داستان این قسمت در یک شهر کوچک در شمال نیویورک جریان داره و فضای اون نسبت به قسمت‌های قبلی تاریک‌تر توصیف شده. ماجرا از جایی شروع میشه که یک کشیش عالی رتبه به نام جفرسون ویکس کشته میشه. کارگاه بنوید بلانک برای حل این پرونده فراخوانده میشه و با همکاری رئیس پلیس محلی وارد دنیایی از اسرار کلیسا، تقابل ایمان و عقل و درگیری‌های سیاسی و مذهبی میشه. به آپاراچی خوش اومدید. ژانر این فیلم معمایی، جنایی و کمدی سیاهه و مدت زمان فیلم 144 دقیقه است. بودجه ساخت این فیلم حدوداً 151 میلیون دلار در نظر گرفته شده. از اونجایی که این فیلم محصول نتفلیکسه، سیاست‌های اکران اون با فیلم‌های معمولی متفاوته. فیلم قبل از پخش آنلاین به مدت یک هفته در حدود 800 سینما در آمریکا و بازارهای منتخب جهانی اکران شد. نتفلیکس معمولاً آمار رسمی فروش گیشه رو منتشر نمی‌کنه. اما تحلیلگران صنعت سینما برآورد کردند که فیلم در همان هفته اول حدوداً 15 تا 20 میلیون دلار در سینما فروش داشت. فیلم در 3 روز اول انتشار به رتبه یک پربیننده ترین فیلم ها در 93 کشور رسید. طبق گزارش های اولیه فیلم در هفته اول بیش از 45 میلیون بار دیده شده. کارگردان و نویسنده این فیلم ریان جانسونه. این فیلم از یک تیم بسیار مشهور استفاده کرده. دانیل کریگ، جاش اوکانر، جاش برولین، کلن کلوز، میلا کونیس، جرمی رنر، اندرو اسکات، کری واشنگتن. فیلم با واکنش‌های بسیار مثبتی روبرو شد و بسیاری از منتقدان اون رو یکی از بهترین آثار نتفلیکس در سال 2025 میدونن. موسیقی متن فیلم توسط نیتان جانسون ساخته شده که فضای مرموز و متناسب با تم کلیسا رو به اثر بخشیده. نمرات این فیلم شامل راتن توماتو 91%، متا 84% و آی ام دی بی 8.1 از 10. اکثر منتقدان معتقدند ریان جانسون با هوشمندانه لحن فیلم رو از کمدی پرزرق و برق قسمت دوم به یک فضای گوتیک و مذهبی و سنگین‌تر تغییر داده. بازی جاش اوکانر و اندرو اسکات به شدت تحسین شده. بسیاری معتقدند تقابل شخصیت‌های این دو قلب تبنده فیلمه. در حالی که تمام شواهد اولیه علیه جاد، کشیش جوان با بازی جاش اوکانره، بنوید بلانک در پرده سوم فیلماش فاش میکنه که قتل ویکس یک نقشه بسیار پیچیده و چند لایه است. برخلاف انتظار، قاتل یک نفر نیست، بلکه همکاری ناخواسته بین دکتر نت شارپ و ورادران شکل گرفته. انگیزه اونها مخفی نگه داشتن یک رسوایی مالی بزرگ مربوط به زمین‌های کلیسا و پروژه‌های دارویی مخفیانه است. نکته شوکه کننده فیلم در دقایق پایانی رخ میده. جایی که بلانک متوجه میشه قربانی خودش از قصد ردپاهایی به جا گذاشته بود تا پس از مرگش این شبکه فساد فرو بپاشه. او در واقع میدونست که قراره کشته بشه و از مرگ خود به عنوان آخرین اعتراف برای رسوا کردن گناهکاران استفاده کرد. فیلم با نمایی از بنوید بلانک در حال ترک کلیسا به پایان میرسه. او در آخرین دیالوگ‌های خود به این نکته اشاره میکنه که این سخت ترین پروندهش بوده، چون این بار نه فقط با جرم بلکه با مفهوم ایمان روبرو شده. فیلم بیدار شو مرد مرده با توجه به زمان اکرانش دسامبر 2025 دقیقاً در قلب فصل جوایز قرار گرفته و تاکنون تونسته توجه بسیاری از محافل سینمایی رو جلب کنه. این فیلم در چندین رشته اصلی نامزد شده. نامزد بهترین فیلم، نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد، نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و نامزد بهترین فیلمنامه. فیلم برای اولین بار در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در اومد و در اونجا جایزه فیلم برگزیده تماشاگران رو در رتبه دوم کسب کرد. همینطور انجمن منتقدان ملی این فیلم را در لیست 10 فیلم برتر سال 2025 قرار دادند.
کلن کلوز از سوی انجمن منتقدان نیویورک جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو از آن خود کرد. فیلم بیدار و مرد مرده علاوه بر داستان معمایش، حواشی و نکات پشت صحنه بسیار جالبی داشت که بخشی از اونا به دلیل تیم بازیگری مشهور و بخش دیگر به خاطر تصمیمات جسورانه کارگردانه. یکی از خنده‌دارترین و عجیبترین حواشی فیلم مربوط به جرمی رنره. در قسمت دوم عکسی از جرمی رنر روی بطری‌های سس تند دیده میشه و کاراکترها درباره اون به عنوان یک شخصیت واقعی و سلبریتی در دنیای فیلم حرف میزنن. حالا در قسمت سوم خود جرمی رنر در نقش یک شخصیت کاملا متفاوت در نقش دکتر نت شاپ بازی میکنه. وقتی از کارگردان ریان جانسون پرسیدن که چگونه این تناقض رو حل میکنه، او با خنده گفت انقدر دلم میخواست با جرمی کار کنم که فقط گفتم بیخیال. این فیلم اولین پروژه بزرگ جرمی رنر بعد از تصادف وحشتناک با ماشین برفرو بود که نزدیک بود جونش را دست بده. حضور او در ست فیلمبرداری بسیار احساسی بود و ریان جانسون فاش کرد که حتی چند بطری از اون سس تند معروف رو به شوخی روی میز غذای بازیگران گذاشته بود تا بازگشت اون رو جشن بگیره. جاش اوکانر بازیگر نقش کشیش جاد در مصاحبه‌ای فاش کرد که در برخی روزهای فیلمبرداری حس می‌کرده ریان جانسون داره اونو سر کار میذاره. او مجبور بوده ساعتها در شرایط آب و هوایی سخت و زیر باران مصنوعی بمونه. او همچنین اعتراف کرد که در اولین صحنه بازی در مقابل جاش برولین، بازیگر نقش تانوس در مارول، به شدت دچار اضطراب شده بود چون ابهت برولین او رو ترسونده بود. کلن کلوز بازیگر پیشکسوت فیلم در اواسط تولید به طور همزمان به کرونا و ویروس تنفسی مبتلا شد. این موضوع باعث شد که فیلم برداری بخش‌های اون به شدت به عقب بیفته. اما او با قدرت تمام بازگشت و در نهایت تونست بازی تحسین برانگیزی ارائه بده که حالا او رو در لیست مدعیان اسکار قرار داد. بسیاری از طرفداران به تغییر استایل دنیل کریگ واکنش نشان دادند. در این قسمت او با موهای بلندتر و ظاهر کمی خسته‌تر ظاهر شد. ریان جانسون همدن این تغییر رو ایجاد کرد که نشان بده این پرونده بلانک رو از نظر روحی و جسمی بیش از پرونده‌های قبلی درگیر کرد. دنیل کریگ برای بازی در 2 قسمت دوم و سوم قراردادی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار با نتفلیکس امضا کرد. یعنی او برای این فیلم حدوداً 50 میلیون دلار دستمزد گرفته که او رو به یکی از گرانترین بازیگرهای جهان تبدیل میکنه. نکته جالب اینجاست که بقیه بازیگران حتی ستاره‌های مسی جرمی رنر یا جاش برولین دستمزدی به مراتب کمتر در حد چندین میلیون دلار دریافت کردند چون حضور در این مجموعه برای بازیگران بیشتر جنبه اعتبار هنری و لذت بردن از فیلمنامه‌های با کیفیت ریان جانسونه. آیا قسمت 4 در کار هست؟ خبر خوب برای طرفداران اینه که بله. ریان جانسون و دنیل کریگ هر دو تایید کردند که تا زمانی که نتفلیکس بودجه بده و ایده‌های خوبی داشته باشه به ساخت این مجموعه ادامه میدن. قرارداد فعلی با نتفلیکس با این فیلم به پایان رسیده. اما گزارش‌های داخل هالیوود حاکی از اونه که نتفلیکس در حال مذاکره برای قرارداد جدید و چند صد میلیون دلاری برای ساخت قسمت 4 و 5. یکی از حواشی بزرگ فیلم دعوای بین نتفلیکس و سینماهای زنجیره‌ای بزرگ بود. سینماداران اصرار داشتند که این فیلم به دلیل محبوبیت بالاش باید حدود 45 روز فقط در سینماها اکران بشه. اما نتفلیکس طبق سیاست‌های خودش فیلم رو تنها پس از مدت کوتاهی روی پلتفرم خودش منتشر کرد. این موضوع باعث شد بسیاری از علاقه‌مندان به سینما نتفلیکس رو به کشتن تجربه تماشای دست جمعی فیلم‌های معمایی متهم کنند. عنوان فیلم یعنی Wake Up Dead Man نام یکی از آهنگای آلبوم پاپ گروه مشهور یوتوه. ریان جانسون عادت داره نام فیلم‌های این مجموعه رو از آهنگای مشهور راک انتخاب. نکته جالب اینجاست که متن آهنگ یوتو دقیقاً درباره گمگشتگی مذهبی و انتظار برای ظهور یک ناجیه که با تم کلیسایی این فیلم کاملاً همخوانی داره. در این قسمت بنویت بلانک به شدت با تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی و شبیه سازهای صوتی دست و پنجه نرم می‌کنه. در یکی از سکانس‌های کلیدی او اعتراف می‌کنه که از اینکه دنیا به سمتی میره که دیگران نمیتونن به چشم‌ها و گوش‌ها اعتماد کنن وحشت داره.
این یک طعنه ظریف کارگردان به وضعیت فعلی سینما و دنیای واقعی. به رنگ لباس‌های شخصیت‌ها دقت کنید. ریان جانسون از رنگ‌ها برای لو دادن قاتل استفاده می‌کند. در این قسمت شخصیت‌هایی که رنگ‌های سرد، آبی و خاکستری می‌پوشند نماد عقل و منطق‌اند. اگر فیلم رو دوباره ببینید متوجه میشید که رنگ لباس قاتل در طول فیلم به تدریج از سرد به گرم تغییر می‌کند. در این قسمت بلانک یک ساعت مچی قدیمی به دست دارد که برخلاف قسمت‌های قبل عقربه‌هاش گاهی برعکس حرکت می‌کنه یا متوقف میشه. این استعاره‌ایه از این موضوع که در این پرونده زمان بر ضد کارآگاهه و او احساس می‌کنه که از دنیای مدرن عقب مانده. قبل از اینکه به نقدهای فیلم بپردازید، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تحلیل منتقدان درباره بیدار شو مرد مرده بسیار عمیق‌تر از یک فیلم معمایی معمولیه. اونها این اثر رو یک تغییر مسیر شجاعانه برای ریان جانسون میدونن. منتقدان نشریه ورایتی و هالیوود ریپورتر اشاره کردند که این فیلم برخلاف قسمت دوم که رنگارنگ و پرزرق و برق بود، فضای گوتیک و خفقان آور داره. نکته مثبت اینه که منتقدان عاشق این هستن که فیلم به جای مسخره کردن ثروتمندان این بار به سراغ مفاهیم عمیقی مثل ایمان، مرگ و بخشش رفت. برخی منتقدان هم معتقدن که فیلم در نیمه دوم کمی بیش از حد جدی میشه و اون شوخ طبعی همیشگی بنوید بلان در سایه داستان تلخ فیلم قرار میگیره. تقریبا تمام منتقدان متفق القول هستند که جاش اوکانر ستاره بیچون و چرای فیلمه. مجله امپایر بازی اون رو مسحور کننده خونده و مدعی او تونسته پا به پای دنیل کریگ پیش بیاد. بازی اندرو اسکارت در نقش نویسنده بدبین از نظر منتقدان یک کلاس درس بازیگری. او تعادلی میان طنز تلخ و استیصال ایجاد کرد که تماشاگر را تا لحظه آخر مشکوک نگه می‌دارد. منتقدان بازگشت جرمی رنر رو تحسین کردند، اما برخی معتقدند نقش او پتانسیل بیشتری داشت و کمی در حاشیه قرار گرفت. منتقد نشریه نیویورکر یکی از تندترین نقدها رو نوشت. او معتقد بود ریان جانسون انقدر غرق در چیدن پازل‌های پیچیده و لایه‌های فلسفی شده که قلب داستان رو فراموش کرد. این منتقد نوشت که شخصیت‌ها به جای اینکه آدم‌های واقعی باشند فقط مهره‌های شطرنج هستند که کارگردان اونها رو برای غافلگیر کردن مخاطب جابجا می‌کنه. او همچنین اشاره کرد که استفاده از دیپ فیک در یک فیلم معمایی شبیه به تقلب در بازیه و لذت کشف شهودی رو از بین میبره. در نهایت اکثر منتقدان به یک نتیجه مشترک رسیدن. بیدار شو مرد مرده فیلمیه که باید دوباره دیده بشه. یک بار برای اینکه بفهمید قاتل کیست و بار دوم برای اینکه ببینید چطور تمام سرنخ‌ها از همان دقایق اول جلوی چشم شما بوده اما اونها رو ندیدید. پرهزینه ترین و پیچیده ترین بخش فیلم از نظر بودجه مربوط به سکانس سقوط ناقوس و بازسازی صحنه جرم در پرده پایانی فیلم. با وجود اینکه بخش‌هایی از فیلم در مکان‌های واقعی فیلم برداری شد، اما تیم تولید مجبور شد یک کپی دقیق و عظیم از بخش داخل کلیسا و برج ناقوس رو در استودیو بسازه. تمام فیلم با دوربین‌های الکسای 65 فیلم برداری شده که اجاره و نگهداری اونها بسیار گرانه. این دوربین‌ها باعث میشه که حتی در تاریک ترین گوشه‌های کلیسا جزئیات با وضوح خیره کننده‌ای ثبت بشه. نمره آپاراچی به این فیلم 7 از 10. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید. نقد و نظرتون رو برای ما به اشتراک بذارید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و تا فیلم بعدی خدا نگهدار.